این لحظه های پر از فرح و شادی قبول سرباز ساکنی محله دوستی جماعت دهات پتری شهری کانیبادام البک عبداللهیف می باشد. نام برده مهلت مقرر گردیده خدمت حربی را سربلندانه به جا آورده به زادگاه خود برگشت. برای استقبال سرباز شجاع و دلیر وطن والدان و پیوندان اهل محله جوانان و نورسان ده سرجم آمدند. منزل زیستی نام برده به یک بزمگاه حقیقی تبدیل یافته خرسندی خرد و کلان به خوبی احساس می گردید. البک عبداللهیف پس از ختم دانشگاه دوام یک سال در قسم حربی 04-080 ای وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان خدمت وطن مادر را سربلندانه به جا آورده از اجرای قرض مقدس خود خیلی سرفراز است. بعد ختم دانشگاه دولتی خوجند با خوش خود خدمت رفتم. در طول یک سال خدمت را سربلندانه ادا کردم. در قسم نظامی 04-080 ا سربلندانه خدمت را ادا کرده اومدم. چخیلا مشاهده ها نشان می دهد دوام سالهای آخر صف اختیاریان برای ادای خدمت حربی زیاد گردیده جوانان با امر دل و وجدان به صف ارتش ملی شامل می شوند. این از تربیت درست فعالناکی اهل جامعه و پیش از همه هر یک خاندان سرچشمه می گیرد، زیرا به کمال رسانیدن نسل باسواد و آینده ساز میهن پرست و خودآگاه از وظیفه های اولین درجه جامعه شهروندی و پیش از همه مادران مشفق و غمخوار می باشد. من مادری عبداللهیف البک می باشم. صاحب 3 فرزند، 2 پسر دارم، 1 دختر. پسری کلانیم جسوربک 3 سال پیش از خدمت وطن مادر برگشته آمده بود. من امروز باشد پسری خردیم البک جان از خدمت وطن برگشت. من نهایت خرسندم که چنین فرزند را به دنیا آورده تربیت نمودم و می خواهم که همین در محله اهل محله هم هوس دارند امروز که چنین فرزند در من هست و میخواهم که تمام همین مادرها چنین فرزند را به تربیت بیارن و آینده خدمت وطن را به جا آورند. قبولی با تنتنه سربازان جسور وطن با تشبث و اقدامات کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر کانیبادام گذرانیده شده در تمام جماعت و دهات و محله ها عملی کرده می شود. این تدبیر مهم باعث افتخار و سعادتمندی هر جوان و والدان آنها گردیده همزمان باعث زیاد گشتن صف خواهشمندان می گردد. باید تاکید داشت که فیروزه شرمتова رئیس کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر کانیبادام همزمان وکیل مجلس وکیلان خلق ولایت سوغد دعوت هفتم بوده خود بهر اجرای رسالت شهروندی همیشه در صف اول قرار دارد و از اولین ها شده فرزندش را برای خدمت صادقانه به خلق و وطن گسیل نمود. این نمونه تطبیق سیاست کنونی رهبریت عالی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان بوده باعث افتخار و سرفرازی است. حفظ وطن، حمایه منفعت‌های دولت، تحکیم استقلالیت و اقتدار مدافعی آن وظیفه مقدس هر یک شهروند است. آمده است در کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان. امروزها معرکه بهارانه دعوت جوان پسران به صف قوه‌های مسلح کشور در سراسر جمهوری عزیزمان جریان دارد. من شرمت و فیروزه رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر کانیبادام در قطار دیگر مادران خوشنود و سرفرازم که فرزندم شرمت جواهر بعد از ختم دانشگاه با خواهش خود به صف قوه‌های مسلح کشور سفربر می گردد. با استفاده از فرصت از مادران دعوت به عمل می آورم که برای جلب فرزندان خود به خدمت مادر وطن سهمگزار باشند. آنها را باید در روحیه وطن دوستی، انسان پروری، خویشتن شناسی و خودآگاهی ملی تربیت نماییم، زیرا خدمت در صف قوه‌های مسلح کشور قرض شهروندی هر یک جوان مرد است. مراسم استقبال جوانی از خدمت حربی برگشته در فضای احترام و محبت و روحیه بلند وطن دوستی بیانگر احترام به هر یک محافظ وطن و سهم خانواده در تربیت فرزند شجاع می باشد.